السلام علیکم تماشاگران عزیز، من با شما یک کانال با نام نور تیجی توصیه می‌دهم که شما میتوانید همه در این کانال ثبت های نوی دامن ابراهیم را تماشا کنید. پس حتما به این کانال ابونه شوید، پادکست را زیر کنید و زنگولچه را نیز زیر کنید. سیلک این کانال در تگ ویدیو در اپیسان و در کامنتاری ذکر کرده شده است. سخی قریب من الله، قریب من الجنه، قریب من الناس، بعید من النار. آدم سخاوتمند خدا دوست می‌داره، به رحمت خدا نزدیکه، به جنت خدا نزدیکه، مردم هم دوست می‌دارنش و از آتش جهنم دوره. والبخیل بعید من الله، بعید من الجنه، بعید من الناس، قریب من النار. در صورتی که شخصی بخیل از رحمت خدا دوره، ای جنت خدا دوره، مردم هم بخیلش شو میبینن، هم خیشتواری خودش شوش میبینن. بخیلای هسته که هم بچهش میگه خدا تستر بکشش، همین مول دادسی همین حیف شیده و با آتش جهنم نزدیکه. و حضرت عجیبی از سخنه گو میگه والجاهل و سخی احب الی الله من عابد بخیل. همین جاهل اگر سخاوتمند باشه، خداوند همون رو عیان عابد بخیل زیادتر دوست می‌داره. یک داملوی شریک داشتیم، خدا رحمت مغفرت کنه، داملو نزدگان میگفتن سال 2006 حج رفتیم و یک روز تعجب قطعی نشان داد دسته کسا این خونه آبادا را میگه بایای همه گروه همیان روزه گرفتیم در حج. در روزی هفتم و هشتم و نهم ذوالحجه، با روزی نهم روزی عرفات هایی در عرفات میرن و با جایی که یه مردم نون بطرخش روزه گرفتیم. آخه روزه را کم بغل میگیره خونه دوست روزه و تو غیرت که یا چی نون بته نشانه همین قبول حاجی همی های این خطا برترین مردگی میدوزی. در روزه که اونا باید خیر کنه روزه گرفته است. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را میگه که به سرهنگ سلطان چنین گفت زن که خیزه مبارک در ریزق زن، بیرو تا زیخانت نصیب دهند که فرزندکانت نظر بر رهند. یک آدم در دربار پاچا خدمت میکرده است. سحر زنش میگه که مردک خیک بره ایامو کخلی پاچا البته یکون چی میرسه بیایی رای بچهکات بشینه هم ریتره نگه دارم. بگفتا بود مطبخ امروز سرد که سلطان به شب نیت روزه کرد. یه مردک میگه نه زنگ روز امید نکرد که یه حضرت پاچا شب نیت کرده بود که من پگه روزه نفل میگیرم. زن از ناامیدی سر انداخت پیش، همه گفت با خود دل از غوسه ریش که سلطان از این روزه گویی چی خواست که افطار او عید تفلان ماست. آخه خونه آباد پاچا چی در دوره روزه میگیرن و روزه را کم غلا میگیرن، او را افطارش رزق روزی فرزندای ما های. آخه او باید خیر کنه، خرنده که خیرش برایت زیده است به از صائم الدهر دریا پرست. همین مرد خدا آدمی که به سخاوت خیر میکنه ایمتری روزدارای کنست که مرده را در پیش پروردگار میگه قدر منزلت شد خیلی بالاتر ربی. حضرت میگفت نعم المال صالح للمرء صالح. چی خوش است مال حلال تازه در دست مرد حلال تازه که در راه خدا صرفش میکنه. سبحان الله، خیلی قدر منزلت داره. سعی کنیم که با پیغمبر رو تقلید کنیم، سعی کنیم با صحابه های پیغمبر تقلید کنیم. یک چی مسلم است برادرای عزیز، ای شیر بچه میبروید، ای مور بچه. با خدا قسم میدم جوان مردایی که زندگی میکنن همه همیو را ببینید او خود پدرش رو در ایگیتا پدر به غیرت های بچه دیده است یاد گرفته و هم کنست که مرده را باره ششم کن او خود پدرش هم تریه کل شیء یرجع الی اصله. حضرت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم
یکی از سرورای مردم انصار است. این سردار قبیله خزرج بود. یک پهلوان شاهسوار لیچنی تلخرانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در جنگ بدر هم در جنگ احد. او خیال میکنم که کفایه برای معرفی همین جدی. یک بوزوالا بود است، بسیار صاحب جمال و دولت، خداوند دو دست داشت. حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که مدینه منوره اومد گفتن که حضرت در قبا حرکت کرده است مدینه میدره. او وقت قبا از شهر بیرون بود، حوالی مدینه حساب میخورد. این برای جای حضرت درست کردن میروه، یک خونه برای حضرت تیار میکنه. تا میویه که ابو ایوب انصاری شستریکی میکنه، خرجینا و باری حضرت میگیره خونش میبره. و ای اومد که یا رسول الله من جو تا آماده کردم مرحمت. گفت ای ابو ایوب وقتی چخونه کرد المرء مع الرحل، شخص باید همراه همون بارو پتکش بروه. ما الحمدلله خدا برکت بده بابای رئیس حکمت الله را در همین خونه همین کسی برون نمو جان اخی خویده همیه. گفت اکه من ایره دماغش نمیسوزم، خصوصا که ابو ایوب انصاری از بنی نجار بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم کرامت کشتواری داشت. اینم دیگر هی کاری ناخوب شد نیونستا نکرد، دست پیشی برپرد. هر بگه همین مرد خدا یک طبق سرید پیش پیغمبر میفرستاد. سرید این همی بگیم همی خامشوروی خدمو دارن، خراکی که گوش دارن نونش ریزن میکنن که حضرت تیار میکرده است، نون ریزن میکرده است، طبق سریدش می اومده است و پیش حضرت. خوب حضرت در خونه ابو ایوب انصاری باشه، خوب اگه جا دعوت شده باشه حتما می اومده است. ابو ایوب میگفت که با شرافت همین مرد خدا فرزندکوی ما هم شکم شو سیر بشید. همون تبرکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگرفته می آورده میخوردم. ببینید همین را قسم میکنم، میگم پدرشان خیلی هیت به دست آورد. در زمان جاهلیت مرده است، اما آماده هر کسی که شهر یثرب می اومده است حتما نون طعام این مردک همه خورده، دایم دیگش می جوشیده. همه عشیر شیر بچه میشوه. همه حضرت سعد ابن عباده یک پسر داشت با نام قیس ابن سعد. این صحابی پیغمبر از همون یوشیش بچه‌ش میگرفت، دوی وقتی پیش حضرت می اومد بدر اومد است. حتی بار حضرت نگاه دیدش که دست پسرش در دستش در اومد، هیجوش خیست، گفت مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، خوش آمده انصاری های محترم، خوش آمده. و میگه گرفت در پهلوک شناندش. و حضرت گفت انا من الانصار، ما هم یک نفر شما، ما هم انصاریم. انا من فراخ الانصار، ما هم همی چوجهکای انصار رو. و حضرت سعد ابن عباده گفت که یا اکرمک الله یا رسول الله کما اکرمتنی. ای حبیب خدا، گفت خداوند تو را مکرمت بگردونه همیشه که تو ما را احترام کردی، مکرم داشتی. حضرت گفت این الله اکرمکم قبل کرامتی. این اکرام و عزت خدا برای شما داده است که پیغمبر خدا را شناخته آوردینش. چون گهواره که چشم نگاه میکنه حتی براش میگه بشارت داد اینکم سترون بعدی اثره، ولی بعدی مردن من بلای سر شما مشقت ها می آید، فصبروا، صبر کنید تا اینکه مرا در نزد حوض کوثر ملاقات کنید. همین قیس میگه مردک شید، پهلوان آخه پهلوان میگوید، بسیار شیر بچه بود. در زمان جنگای حضرت علی از جانب حضرت علی جنگ کرده است. یکی از سرلشکران بود، یکی از کماندیرای کلان بود. حضرت علی حتی ولی مصر تعیین کردن قیس را. در شجاعت جوانمردی همتا نداشت. خداوند با همه خداوند هم نعمت چه با هم جوانمرد هم بیتاوه. همه نعمت داشته است که یکی عیبویترین صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حساب میکنه. یک سال در هنگام حج، در موسم حج اگه خلاص شده است و حاجی استا پراکنده شدستیان ای مکه، یک گروه حاجی ششتگی بحث شو میشود که در میان صحابه پیغمبر از همه سخاوتمندترین کی باشه؟ باز این همی شوایی که بعضی هم میگن که عبدالله ابن جعفر
رضی الله تعالی عنهما پسر حضرت جعفر تیار جیان حضرت علی را نام میگیرد. حضرت عبدالله بن جعفر هم بسیار جوانمرد بود، بسیار مقصد تری یگید بود، با غیرت بود. همون دلدل قصهش شنیدگیه ها. ما مایده بودیم رحمتی پدرم میگو خدا رحمتش کنه، میگو دلدلی انا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم جنت میروه و خیال میکرد اسبای. این بعد که میخونیم این دلدل اسب دست خچیر بوده. خچیر همون اسبی را میگن که پدرش خرای او چشم بیتال خچیر بوده است. همین خچیر بعد که حضرت صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت حضرت علی در رسید. مدت طولانی حضرت علی نگهبینش کرده است. بعد که حضرت علی شهید شد خچیر در دست همین قیس غلطید، در دست عبدالله بن جعفر غلطید. میگه علاقه خچیر کور شده، دندانش ریختگی است. همین آدمی که یکی ای بویترین مردمی همون زمان بود با دستای خودش میگه این همین دانه را و چهارمغز موی زمین را در اغرق میکتیده نمیده کف کف در همه دهنی خچیر میدوخته است با خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بسیار آدمی با سخاوت بود. بعضی ها گفتن همی ای، یک گروه دیگر گفتن نه، گفتن قیس ابن سعد دیگه تره، گفتن سخاوتش زیادتره. وقتی جنجال و دعوا زیاد شد گفتن چی دعوا میکنی، هر دش در همین مکه مکرمان هر دش حج اومدگی اوزی میسنجیم شو امتحان میکنی معلوم بشه کی کیه. یک شخص نزد عبدالله بن جعفر فرستادن، یک شخص نزد حضرت سعد بن قیس بن سعد. او یکی نزد عبدالله بن جعفر اومد دید که حضرت علاقه شتر تیار کرده است باید سوار شود. یعنی شتر از زمین خوابوندیم. اومد گفت یا عبدالله من یک مسافر هستم، مبلغم تمام شد از پول ندارم که نزد زن فرزندم برم، به خاطر خدا یگان چی کمکم کرد. ای گفت نام خدا را گرفتی شتر سوار شد. اگه خودش باید سوار شود. شتری سرخمو اگه بگیم همین لکسوس 570 همون زمان شتر قیمت بالاترین مولی عرب همین شترهای سرخمو بود. شتر سوار شد خیزوندنش لو در روی خرجینش 500 دینار 500 تنگه تیلو او را خرجی رد. ای گریف شتر اومد رو بینه هدیه حضرت عبدالله بن جعفر حتی نوما نپرسیده که تکی اینا تیلو ها را داده. خیلی گفتن حضرت در قبل نیست کو بیستیم قیس چی بگفته باشه. او شخصی که نزد قیس بن سعد اومد حضرت خواب بود است. شب تا سحر در رز خانه خدا بعدی ادای نماز ظهر رفت است قیلوله کرده بود. این فیروز کرد که غلامش برآمد گفت که حضرت خوابه. گفت سیدم. گفت اخی کاروانی ما رفته است رای مرا نگه نمیکنم. گفت چی میخواهی؟ گفت اخی یک یقدم ممکنه همین حضرت اگه خودش باید سوار شود. شتری سرخمو اگه بگیم همین لکسوس 570 همون زمان شتر قیمت بالاترین مولی عرب همین شترهای سرخمو بود. شتر از سوار شد خیزوندنش لو در روی خرجینش 500 دینار 500 تنگه تیلو او را خرجی رد. ای گریف شتر اومد رو بینه هدیه حضرت عبدالله بن جعفر حتی نوما نپرسیده که تکی اینا تیلو ها را داده. خیلی گفتن حضرت در قبل نیست کو بیستیم قیس چی بگفته باشه. او شخصی که نزد قیس بن سعد اومد حضرت خواب بود است. شب تا سحر در رز خانه خدا بعدی ادای نماز ظهر رفت است قیلوله کرده بود. این فیروز کرد که غلامش برآمد گفت که حضرت خوابه. گفت سیدم. گفت اخی کاروانی ما رفته است رای مرا نگه نمیکنم. گفت چی میخواهی؟ گفت اخی یک یقدم ممکنه همین حضرت مقصد دستگیری میکنم. در همین کنج خونه یک خلطه دا تیلو بود است 1000 دینار. این دینارش زلطای چروانی است 1000 تا. گوی نمیرم که برم انشالله همین دیلم پرای که حضرت چی نمیگه این نمیرم که برم. اون گریب خلطه را پشت کرد 1000 تنگه تیلو وزمینه
айдар бурмад бача гуфт ягон харай аспай ягон шутарай надоре дуру миоя худ пой пиёда будам дар даҳани дар аспи қайс ибни саъд бастагия и асп бо номи шаҳбо дар инам китобое ки дар бораи аспо менависанд ку дар таърихи араб омадагиай беҳтарин аспи ҳамон замон ҳоли рамами арабский скакунай ҳама аспи беҳтаринай баъзеш ҳастай маблағш $1 миллион тасаввур кунед аспе ки ҳазрати муовия илтимос кардами саъда ки биё дар ҳазор дар миллион буфурӯш нафурӯхтандаш и бечораи ғуломай ки ҷо медунам гуми намира сворша бира ман айҷо бо тура хара хачил мекунам аспа свор шид дар пешаш тилоора гирифт ҳай кард омад ва пеши хонаи худора мардам дидан аспа мешинохтанд охи гуфтанд халос дигар гап нест гуфт оли халос не инаи тилоора май ҳамоа ина ки худаш надодай я ғуломош ҳабаша гуфтанд оли сабр кунед и ҳами шаҳсаворо баъзе човондозе ҳастай ва худо қасам ай бачаҳоша аспша чортар дӯст медорад як каса нақл кардан як ҳамтари човондоза дар сакароти мард ба ҷое ки аллоҳ буга гуфтааст ки ҳамо аспма биёред як бори дигар бабинам оли ку мардак чӣ реаксия медода бошаи пешай пешин ҳазрат ай хоб мехезад ғулом пешаш меяд ки ҳазрат худат хоб будӣ як одам омад ҳамтари талбиданӣ дигар дилам нашид бедорат кунам ман халтара додамаш бирафт гуфт бисёр кори хуб кардӣ боракалло хеле кори хуб кардӣ хурсандам кардӣ гуфт ҳазрат бора бу бардошт гуфт пой пиёда ҳам зӯрам намераса ягон харай хачира бутем айгиҷора меометимохӣ ҳамон асп ҳамҷа бастагӣ буд гуфтам бира суворша бира яъне ҳазрат ҳам айҷош реска фарид хест бачаи сухон бо ман дид ки асп нестай гуфт эй ғулом озодат кардам ба худо қасам та аймада ҷувонмандтар будай ҳеҷ вақт дилам намешид ки ӯ аспа буд ай мерафтим ягон чи мехаридим медодам мешуд и та аймада ба ғайрат будай озод ҳами шер бача мешавад ай ӯ хел падар албатта ҳамин хел фарзанд мешавад ай мор бача мешавад ҳуштуна да сарту бигире бачо имом ҷоҳиз худо раҳмату мағфиратш куна қисса мекунад дар ин басра мега як одами сахти мурда будааст ба дараҷаи сахт ки охи дар зимистон мега аю барф гирифта намешавад як одам аз куфа хонашда меҳмон мешавад як одаме ки 3-4 сол ҳамин марди бахила дар хонаи худаш ҷо кардааст обу иззаташ кардааст мақсад катагӣ карда дар хонаи ҳамон зиндагӣ карда вали неъматаш мега и ба омадани ҳамун шахс мега чунон хурсандешид ки бишинед мардум чунон хурсандешид мега дига ба ҳамун омадани ҳамун одам ки бачаша хайрот кард бачаҷон инами амакит хати ошноша ами як вали неъмата и хела ҷавонмардӣ кардагия имора хела нону намак додагиай ба меброра 10 дирамаш мета аки и 10 дирам ба суми имрӯза ҳамин дағал карда гем $100 бача мега бира як гӯшти хуб бихар биёр як хӯроки хуб бипазем ҳамин амакта мемудорӣ киде и бачашам пула гирифта буромад чанд муддат бедарак пешина мехонад нестай аслши нестай нохост омад дастош холӣ бод баъд гуфт абаша худо ҷувонамардат бикша ман хилофи одатра сумо додам ту чӣ дар дори дусти холӣ омадӣ охиш раи тира нигаҳ доштем бачааш гуфт ки падар гуфтӣ ки беҳтарин гӯшт бихар гуфт бале гуфт ман буромадам қасобора пурсидам ки ҳамин гӯшти ай ҳама хуб гӯшти ки ай як адресам додан ҳо як кунҷи басра хестам рафтам хонаи ҳамун гӯштфурӯш гуфтам ака я меҳмони олиқадр дорем гӯшти хуб бибарматем гуфт боз як гӯшт мебарам метамад маскавори мулоим гуфт субҳоналлоҳ
عادتا چیزا با چیزی از خودش بهتر قیاس میکنن. آدمی با غیرت دیدم شیرمرد میگن با شیر قیاس میکنن. اون شیر زوره. اوه مادام که ایگوش دا مسکه خوب باشه برای مهمون یا برای اگه مسکه بخرم. پرسیدم که این مسکه خوبه کی میفروشه در جای یا آدرس دیگه دادن در این پرایشه. زدیم اومدیم اکا یا مسکه مو بته مهمون داریم مسکه تازه هم بته. گوزیم یا مسکه میتم اصل وری شیرین. سبا این بوی مسکه را با اصل قیاس کرد. خیلی اگه یا برای با اون مهمون اصل بخرم. اصل فروش سراغ کرده میگه یفتیم اکا مهمون داریم اصلی تازه هم بته. آزی گفت یا اصل میکشم میتومد آب واری روشن. الله اکبر. اوی اوورد اخیر آب خطی قیاسش کرد. ای همش که آب خوب باشه الحمدلله در دهن در خونم چشمه نازنین کوزه را پری آب میکنه در پیش مهمونم زدم میکنه. باید بچهش نگاه کرد پدر گفت بچم بارکالله حقیقتا فرزند حلال زاده بوده. اینا 100% یقین کرده که حلال زاده بوده. از حکیم کرد شاگرد سوال که مهندس کیست فرزند حلال؟ میگه یک شاگرد از استادش سوال میکنه که همین فرزند حلال زاده چه فرزنده میگن؟ گفت آن کو عاقبت گردد شبه با پدر گر بخرد است گر صفه. استاد گفت که حلال زاده فرزندی را میگن که آیسته آیسته مثل پدرش میشود. چندگاه گر نماند با پدر عاقبت خود را رساند با پدر. شاید در جوانی بعضی قلقای داره که خیلی جوانی از شعبه دیوانگی هست اما هر قدری که خچه پر کرد همون قدر شبه پدر شدن میگیرد. ورنه حال او بر این معنا گواست دست از او بکشل که فرزند زین است. اگر مانع نباشه امی طبکن میگه او حلال زاده نیست. آفرین حقیقتا حلال زاده بوده. نه که بچم فکر نکردی ای پرای شهر به ای پرای شهر ای پرای شهر به ای پرای شهر اوخی به هم فکری پوپوشی تا نکردی که خورده بشه. او زمانو پوپوشی قیمت بود. گفت پدر وقتی گفتی با همین امک تا بخر گفتم ایده سر زیافت همین بخیره کو پوپوشی ها بیره پوشیده برم. طرفه شاگرده که در حیرت کند استاد. این بسیار مهمه برادر. باید پدرها برای فرزنداشو نمونه باشند. در اینجا ایستادگی یک کس زنگت میزنه در پیش بچه میگه که بچه من در جنبون گشته استم اما بچه ایتی چیوت میگیره بگه خیلی دروغ ممکن بود است. پدرم گفته است هر پدر برای فرزند افطریتیت هست چی کاره نباشه با خدا قسم. عادتا کودکا با پدراشو تقلید بکنن. میخوایم فرزندای خوب باشن ما خودمون باید خوب باشیم. مرد باشن ما خودمون باید مرد باشیم. خداوند برکت بده. آمین. نشان یعقوب شورا همین ما خونه شما رفتگی در اون قنات با برادراش هم آشنا هستیم. خدا رحمتی پدرش هم خوب میشناسه. همین آدم حقگو و حقجو بود. دیگه نمیکرد کی همین جبر رو که روز در روی آدم میگفت. خداوند رحمت مغفرتش کنه. پروردگار خیرات احسانات شما در درگاهش قبول کنه. فرزنداش هم که فرزندای با غیرت خوب قبول کنه. پروردگار برادرای را که در این محفل خیر شرکت دارن از جميع بلا و آفات ارضی و سماوی عاقبت کارمون را به خیر انجام بده. پروردگار را به دعوهای بندگیت به دعوهای امتی حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم به دعوهای پیروی مذهب مهذب امام اعظم ابو حنیفه مستقیم بدن برامون نصیب و روزی بده. خداوند عاقبت امورمون را به خیر انجام بده. پروردگار و فیض برکات خیرات خیش را در این منزل در این محفل در این شهر در این دیار در تمام ممالک مسلمان نشین خاصتا در خاندان برادرایی که در این محفل خیری ما شرکت دارند نازل فرمایید. خداوند به خاطر این ساعت که ان شاء الله من یقین دارم ساعت اجابت دعاست. کی میدونه چقدر ملائکه در این مجلس خیری ما شرکت دارند. پروردگار ارواح گذشته‌هامون رحمت و رحمت بابای رئیس هم نصیبت داره هم فرزندش از دست هم جیهش. خداوند
براش صبر جمیل عنایت فرما و رحمت و مغفرت کرد الله رحمای پسر عمر کرد پروردگار رو با بیماران و شفای کامل عاجل عنایت فرما خداوند و بیزنان و صاحب زنی صالحه گردان پروردگار رو با بی فرزند و فرزندای خوب و صالحه نصیب روزی بگردان خصوصا برای قاری احمد جان پروردگار رو امید به رحمت شفقتی تو داریم به قرضدارو رو از همه بلای قرض نکنیم شخصایی را که امکان دارن قرض نمیتن خداوند و ایمانشون به جوش بیار که روز قیامت پیش نظر بیارن که ساعت میشوه که حتما ایو قرض پرسیده میشوه ساعت میشوه که رو شانسی ها میشه که فایده و منفعت ندارن خداوند و ریش سفیدامون در عوض هر مویی که در اسلام سفید کردیم فرد روز قیامت براشان یک نور و یک پروژکت می‌دهیم پروردگار رو جوان مردا را غیرتشون از زیاد کرد که هم خدمت پدر و مادرها را کنن هم فرزندا را تعلیم و تربیت کنن خداوند و جوانامون غیرت بده که تقلید به علموشان تقلید به قاریا داشته باشن تقلید به علما داشته باشن پروردگار رو امید و رحمت شفقتی تو داریم روح رسول الله صلی الله علیه و سلم در عالم برزخ از عمل نیکی امتان همیشه شاد و مسرور نگه دار و فرد روز قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از دیدار به مثال با نصیب و نشان داد الله شما خودی حضرت